چرا نخوردن کربوهیدرات باعث عضله‌سوزی میشه؟ نخوردن کربوهیدرات به طور مستقیم باعث عضله‌سوزی نمیشه، ولی برای عضله‌سازی و یا حتی حفظ عضله تو دوره چربی‌سوزی و کاهش وزنتون بدنت به کربوهیدرات لازم نیاز داره. وقتی کربوهیدرات رو خیلی کم میکنی یا حذفش میکنی، تمرین شدید انجام میدی مثل بدنسازی، کشتی، جودو، ذخایر گلیکوژن عضلات شما تخلیه میشه و تموم میشه و شدت تمرینتون پایین میاد و نمیتونید با تمام توان تمرین بکنید و سرعت ریکاوری کند میشه. همچنین تمرین سبکتر یعنی محرک کمتر برای رشد و نگهداری عضله. زمانی که گلیکوژن بدن شما تموم بشه، برای تولید ATP بدنتون به سراغ پروتئین میره و پروتئینی که میخوری بیشتر به جای اینکه صرف ترمیم و ساخت عضله بشه تو بدنتون، برای تولید سوخت تو بدنتون استفاده میشه. همچنین با کاهش کربوهیدرات و انجام تمرینات خیلی سنگین، فشار فیزیولوژیک بدنتون بالا میره. تو این شرایط یه سری هورمون ها توی بدنتون مثل کورتیزول ترشح میشه و تجزیه پروتئین عضله افزایش پیدا میکنه.